ژاپن، سرزمین آینده. تو این کشور تکنولوژی فقط پیشرفته نیست، عجیبه، باور نکردنیه، گاهی شبیه جادوه. از همون لحظه‌ای که میری دستشویی با یه توالت هوشمند روبرو میشی که خودش درو باز میکنه، صدا پخش میکنه، گرم میشه، بو رو حذف میکنه و حتی خودش سیفون میزنه. تو فرودگاه چمدونت دنبالت را میفته، خودش با جی پی اس و هوش مصنوعی میدونه کجا بری. پرستار نداری، ربات کمکت میکنه. ژاپن رباتایی داره که سالمندا رو بغل میکنن، غذا میدن، قصه میگن و حتی دلداری میدن. میخوای بخوابی، هتل‌های کپسولی هستن، یه اتاق کوچولو به اندازه تابوت ولی با تلویزیون، تهویه، نورپردازی، همه چی. گشنت لازم نیست بری رستوران، از دستگاه فروش یه غذای داغ مثل کاری ژاپنی یا رامن بگیر و همونجا بخور. کافه هایی هستن که یا پیش خدمتش رباته یا کنار گربه ها، خارپشتا و حتی جغدها قهوه میخوری. ماشینتو پارک نکن، ماشینتو بذار دم در، یه سیستم تمام اتوماتیک میبرتش طبقات بالا، جا میده و حتی یادت میمونه کجاست. هوا گرمه، چتر خنک کننده بیار، به شونه وصل میشه و با فن داخلی هوا رو بهت میرسونه تا خنک بمونی. آینه جادویی دیدی؟ یه آینه هست که میفهمه اگه فلان یا خط چشمو بزنی چه شکلی میشی بدون اینکه دست به صورتت بزنی. حتی ویلچر همه کاره هم ساختن، باهاش میتونی از پله بالا بری، تو خیابون حرکت کنی، بچرخی و حتی با گوشی کنترلش کنی. اینجا ژاپنه، جایی که تکنولوژی فقط ابزار نیست، یه دنیای جادویی برای زندگیه.